خب رسیدیم به بخش چهارم و موضوع این ویدیو هم الگوریتم‌های گوگله. یه چیزی همینجا بگم، زیاد قرار نیست توش دیپ بشیم. اگر خواستین بیشتر اطلاعات داشته باشین در مورد هر الگوریتمی، شما میتونید توی سایت وب سیما یا تریبون بیشتر اطلاعات کسب بکنید. یکی از اینا به نظرم براتون کافیه. سایت دیگه‌ای هم هستن، میتونید برید با جزئیات الگوریتم‌ها رو بخونید و اگر نیاز داشتید که باز داخل این الگوریتم محتواشون عمیق‌تر بشید، میتونید به سورس‌های غیر فارسی مراجعه کنید و اونجا اطلاعات کسب بکنید. بخش اول که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم هدف الگوریتم‌های گوگله. بچه‌ها، شناسایی سایت‌های اسپم یکی از هدف‌های الگوریتم‌های گوگله. از اون ور سایت‌های مناسب و وقتی که گوگل میاد با استفاده از کرولراش در واقع اطلاعاتشون رو جمع آوری میکنه، نیاز داره که اینا رو بتونه دسته‌بندی بکنه، رتبه بندی بکنه و یه سری فاکتورهایی رو در نظر داره که توی همه این الگوریتم‌ها تکرار میشن و این تکرار شدن اینو به شما میرسونه که چه فاکتورهایی برای گوگل مهمه و داره تو الگوریتم‌های مختلف و هر آپدیتی داره بیشتر روشون تمرکز میکنه. پس به این نکاتی که تو این الگوریتم‌ها با هم دیگه صحبت میکنیم و یه سری چیزای مشترک توشون پیدا میکنیم خیلی دقت بکنید. این الگوریتم هم یه هدف خیلی مهم دارن، به غیر از این چیزایی که صحبت کردیم، برطرف کردن نیاز کاربر، چیزی که هدف خود گوگل یا هر سرچ انجین دیگه. الگوریتم اولی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم الگوریتم پیج رنکه. سال 1998 تقریبا اولین قدمای این الگوریتم بود و سیستمش هم اینطوری که بر اساس کیفیت و کمیت لینک سایت‌ها رو بررسی میکنه، صفحات رو بررسی میکنه. چرا داریم میگیم ساختارش این شکلی بوده و هست؟ حالا یه مقداری هم داریم فعل حال براش استفاده میکنیم. برخلاف چیزی که وجود داره، یعنی برخلاف نظر خیلی از حالا متخصصین که میگن این الگوریتمی که وجود نداره، اینطور نیست. همچنان هم رد پاشو داریم میبینیم تو سایت‌های مختلف. یه مقدار باهوشتر شده، یه مقدار سازوکارش فرق کرده، ولی همچنان وجود داره. بهتون میگم حالا چرا یه سری از متخصصین یا حالا افراد میگن که آقا این الگوریتم وجود نداره، در صورتی که یه باور اشتباهه. چجوری کار میکنه؟ صفحاتی که تعداد لینک بیشتری دارن به همراه اینکه اون تعداد لینک ها کیفیت بیشتری دارن، اونا امتیاز بیشتری میگیرن. یه ابزاری وجود داشت در ابتدای کار به اسم همون پیج رنک که توی گوگل تول بار وجود داشت، ولی خب از زمانی که اون از بین رفت خیلی‌ها فکر می‌کردن که دیگه این الگوریتم هم رفته، در صورتی که این شکلی نیست و هر صفحه‌ای بر اساس فاکتورهای مختلف که یکیش لینک سازی امتیازی میگیرد که تو ابزارهای مختلف هم اسم‌های مختلفی داره. حالا که این ابزار وجود نداره چجوری میتونیم بررسیش بکنیم؟ بهتون میگم جلوتر. در مورد رد پاهاش هم گفتم بهتون تو اسلاید قبلی. چه چیزایی تاثیرگذارن روی این پیج رنک؟ خود اون انکر چیه بچه‌ها؟ هر قسمتی که شما میتونید روش کلیک بکنید بهش میگن انکر. حالا قرار نیست حتما متن باشه، اگر متن باشه بهش میگن انکر تکست. حالا شکل انکر متفاوته، میتونه حالا متن باشه یا میتونه یه عکس باشه، خب، یا هر المانی که داخل تگ یه HTML قرار بگیره. ولی اصطلاحاً اگر اسم انکر تکست رو شنیدین بدونین که متنیه که لینک داره. میزان کلیک شدن روی اون انکر، لینک های داخلی موجود تو اون صفحه و یا اون متن، اینا همگی روی اون پیج رنک تاثیرگذار بودن و هستن. چجوری حالا اون امتیاز اون صفحات رو ما متوجه بشیم؟ خیلی ساده میتونید با استفاده از دو تا ابزارهای مختلفی هستن، ولی خب حالا دو تا اصطلاحی که جا افتاده نسبت بین ابزارها، یکی پیج ریتینگه که توسط ابزار اچرفس داده میشه، یکی هم پیج اتوریتیه که توسط ابزار ماز داده میشه. حالا اینکه چقدر میتونیم به اینا اعتنا بکنیم نمیشه گفت 100%، چون اینا وصل به گوگل که نیستن. یه سری فاکتورها دارن خودشون، یه سری فاکتورهای مشترک دارن، یه سری فاکتورهای متفاوت که اینا همشون تو این امتیازی که این ابزارها به صفحه میدن تاثیرگذارن. الگوریتم بعدی که می‌خوایم بچه‌ها در موردش صحبت بکنیم الگوریتم گوگل دنس. توی سال 2004 و هدف‌های متفاوتی داشت زمانی که اومد. اولین هدفش اینه که وقتی شما بذارید با یه مثال اینو براتون توضیح بدم. ساعت 10 صبح 11 صبح یه عبارتی رو سرچ می‌کنین، یه سایتی می‌بینید رتبه 2. بعد ساعت 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر دوباره همون عبارت رو سرچ می‌کنین، می‌بینید مثلا اونایی که رتبه داشتن رتبهشون جابجا شده، مثلا اونی که 2 بوده رفته 3، اونی که مثلا 4 بوده اومده 2.
این هدفش چیه؟ این هدفش چیه؟ اولین هدفش اینه که بررسی بکنه میزان رضایت کاربر تو اون صفحات و رفتار کاربر و موارد این شکلی. یه هدف دیگهش میتونه این باشه که توی یه سری از حوزه‌ها، توی یه سری از شرایط خاص توی سرپ بیاد فرصت بده به اون سایتی که رتبه پایین‌تری داره و مجددا رفتار کاربر و اون نیاز کاربر رو تو اون صفحه بررسی میکنه. الگوریتم بعدی الگوریتم مهمیه بچه‌ها. خیلی شاید رسمی در موردش صحبت نشده باشه. الگوریتم گوگل سندباکس و طبق اعتقاد متخصصین سئو بهش مثلا میگن همچین چیزی وجود داره. یه شرایطیه که در ماه‌های اولیه فعالیت سایت صفحاتی که می‌خوایم رتبه بگیرن رو کلمات کلیدی، اون چیزی که ما می‌خوایم اتفاق نمیفته یا اون پیشرفتی که می‌خوایم رو نمیتونیم رو اونا ببینیم. نکته‌هایی که وجود داره ممکنه برای یک سایتی اصلا سندباکس فعال نشه. تو پروژه‌های مختلف، تو دامنه‌های مختلف دیدیم که خیلی اوقات این شکلی بوده که سایت چندین ماه بیشتر از فعالیتش نگذشته ولی تو کلمات کلیدی حتی پر رقابت داره با سایت‌های قوی فعالیت میکنه. درسته حالا یه مدت میاد رتبه میگیره، رتبهش از دست میده و موارد این شکلی، ولی توی سندباکس قرار نگرفته. نکته بعدی که وجود داره اینه که خیلی اوقات قرار گرفتن توی سندباکس آهسته است، خیلی زود ممکنه از سندباکس در بیان، خیلی اوقات هم طول میکشه که از سندباکس در بیان. حالا چجوری از سندباکس باید در بیایم؟ اولین چیز اینه که صبر داشته باشیم بچه‌ها. واقعا اگر میخوای به عنوان متخصص سئو فعالیت کنی یا شما کارفرمایی که داری این ویدیو رو میبینی، باید این ذهنیت رو داشته باشی که فرآیند سئو یه فرآیندی که نیاز به صبر داره. موضوعات بعدی صفحاتت و سایتت باید ساختار درستی هم از لحاظ تکنیکالی هم از لحاظ سئو داخلی داشته باشه و توی آف پیج هم نباید بری زیاده روی کنی، زور بزنی که به زور آف پیج بخوای رتبه بگیری. نکته بعدی که باید رعایت بکنید اینه که از سوشالاتون، از صفحات که حالا پروفایل لینک مناسبی میتونن بهتون بدن، سایتایی که یک لینک به سایت شما حتی اگر نو فالو باشه، نو فالو هم تاثیرگذاره دوستان، حتی اگه نو فالو باشه لینک بگیرید برای سایت خودتون. این کمک میکنه به سایتتون که یه جاهایی از سندباکس بیاید بیرون. موضوع بعدی این که ما فکر میکنیم توی سندباکسیم به خاطر اینکه ما تمرکزمون رو میذاریم رو کلمات کلیدی خیلی پر رقابت و توقع داریم که تو اونا سریع بیایم رتبه بگیریم، بریم صفحه 1 یا هر چیز دیگه‌ای، ولی غافل شدیم از این که آقا یه سری کلمات کلیدی هستن که لانگ تیل کیوردن اصطلاحاً. یعنی یه سری کلمات کلیدی مثل این که مثلا به جای اینکه بیام من روی خرید بلیط، خرید تور مثلا تمرکز بکنم، حواسم نیست، باید بیام یه کارهای دیگه بکنم، مثلا بهترین تورهای گردشگری مثلا در سال 2024 مثلا فلان، یه همچین چیزایی که عبارتهای طولانی تری ان، رو اونا وقتی تمرکز بکنم احتمال رتبه گیریم بیشتره. اینجا یه اشتباهی فقط نباید بکنیم. اگر شما یه سری سرویس خاص میدین به طور کلی، حتی اگه سایتی رو شما شروع به فعالیت کرده و دارید سئوش رو انجام میدید یا سایت شخصی خودتونه، از اول نرید برای اون سایت مقاله بنویسید. علتایی داره که جلوتر با هم دیگه بررسی میکنیم، ولی تمرکزتون رو بذارید روی ساختار سایتتون و اون پروداکت سرویسی که داره سایت شما ارائه میده. و اشتباهی که خیلی هم میکنن، گفتم زور آف پیج میان، به زور آف پیج میخوان که سایت رو بکشن بالا، در صورتی که این امکان پذیر نیست و یه جایی زیاده روی کردن باعث میشه که کلا یه جایی میبینید که باید با دامنتون و رتبه گرفتن اون سایتتون خداحافظی بکنید. پس فعالیت اگزاجر آف پیج هیچ موقع باعث این نمیشه که بگید آقا من از سندباکس میام بیرون. الگوریتم بعدی الگوریتم پاندا سال 2011 معرفی شد و سال 2016 هم رسما به این الگوریتم به هسته گوگل اضافه شد. هدفش چی بود؟ پایین آوردن صفحات با کیفیت محتوای پایین، تکراری، سرقت ادبی بود. از اون برم یه کمکی میکرد به گوگل برای اینکه سایت هایی که با هدف لینک دهی ایجاد شده بودن و صرفاً میومدن آقا به این سایت لینک بدن، نمیدونم حالا چه پی بی ان چه غیر پی بی ان، حالا پی بی ان هم جلوتر در موردش صحبت میکنیم، سایت هایی که صرفاً برای ایجاد لینک ایجاد شده بودن با اونا میخواست مبارزه بکنه. الگوریتم بعدی الگوریتم فرشنس بچه‌ها در مورد تازگی محتوا داره صحبت میکنه. ما به عنوان یک کاربر خودمون زمانی که میخوایم توی گوگلی عبارتی رو سرچ بکنیم، برامون مهمه که اون دیتایی که داریم میگیریم دیتای دقیق با کیفیت و بخش از این کیفیت چیه؟ اون تازگی محتوا است. اگه مثلا من دارم در مورد یه اخباری میخونم، در مورد یک درمان بیماری میخونم، در مورد یک دارویی میخونم که میخوام ببینم عوارضش چیه، نیاز دارم که جدیدترین اطلاعات رو در مورد اون بدونم. این یک بخشی از کار این الگوریتم میتونه باشه. و سایر موضوعات بچه‌ها صرفا خبر و موضوعات دارویی اینا نیستش. خیلی اوقات توی رتبه شما ثابت موندی یا داری افت می‌کنی، میای محتوای اون صفحه رو آپدیت می‌کنی و می‌بینی که رتبهت
جابجا شده و بهبود پیدا کرده. الگوریتم بعدی الگوریتم ونیز بچه‌ها، یه الگوریتم لوکیشن محوره بر اساس آی پی و موقعیت جغرافیایی و سال 2012 معرفی شد. میگم اینا رو اگر دوست دارید با دیتیل بیشتر بخونید برید حتما سرچ کنید در موردش. الگوریتم بعدی الگوریتم پنگوئن سال 2012 و هدفش هم مبارزه با سایت‌های لینک دهی مخرب و پولی سایت‌هایی که اسپم لینک در واقع میدن. حالا اسپم لینک صرفا این سایت‌هایی نیستن که 5000 تا لینک جنریت میکنن یا مثلا 5000 تا لینک بر سایت شما میزنن یا سایت‌های مختلف. ویژگی‌های یک سایتی که اسپم لینک داره ویژگی‌های زیادیه. یه سری هم افراد فکر میکنن که فقط مثلا یه شاخصی وجود داره به اسم اسپم اسکور که توسط سایت ماز داده میشه، فکر میکنن صرفا اونه. نه، تمامی مواردی هستش که مربوط به یک سایت اسپم میتونه باشه. خیلی اوقات اون لینکی که شما دارید میگیرید از یک سایتی غالبا اسپم نیست، یعنی ویژگیشو نگاه میکنی، ولی سایتی که داری نگاه میکنی، اون سایت رو که میری بررسی میکنی میبینی غالبا سایتی که شاید لینکش ارزش که نداره هیچ به سایت شما میتونه آسیب بزنه. الگوریتم بعدی الگوریتم پیج لی‌آوت که سال 2012 در واقع پا گذاشت به این میدون و هدفش هم مبارزه با سایت‌های پر از تبلیغ بوده. مثل خیلی از سایت‌هایی که واردش می‌شدیم قدیم و می‌دیدیم که بالاش پر از تبلیغه و سال 2016 هم آپدیت شد و بعد از آپدیت بچه‌ها تا جایی که این تبلیغات به تجربه کاربری آسیب نزنه مشکلی نداره. بچه این داره یه موضوعی رو میگه، صرفا شاید بحث تبلیغ نباشه. شما به تجربه کاربریتون خیلی باید دقت بکنید و اون یوزر اکسپریانسی که کاربر رو صفحه شما داره به شدت مهمه. الان ببینید چند تا چیز داره تو این الگوریتم‌های تکرار میشه. یه جنبندی آخر این الگوریتم با هم داریم که به چه چیزایی باید دقت بکنیم. الگوریتم بعدی الگوریتم زبرای گورخره که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. سال 2013 و هدفش مبارزه با فروشگاه اینترنتی با هدف کلاهبرداری یا سایتایی که صرفاً برای گرفتن دیتای اطلاعات کاربران و هک و موارد این شکلی بودن. الگوریتم مرغ مگسخوار سال 2013 و درک عمیق‌تر از مفهوم کوئریا، حالا چه اشتباهی تایپی باشه چه درک عبارت باشه، اینا رو رد پاش تو زبان فارسی هم ما دیدیم و میتونیم در آینده میبینیم که یه الگوریتم‌ها اومدن برای آپدیت همین الگوریتم هامینگبرد. الگوریتم بعدی الگوریتم کبوتر، بازم لوکیشن محور، با این تفاوت که از الگوریتم ونیز قوی‌تر بوده و هدفش هم صوبه محلیه و توانایی اینو داره که نتایج نزدیک به شما رو بهتون نشون بده. مثلا اگه شما سرچ میکنین سینما در تهران یا مثلا داروخونه در تهران، میاد لوکیشن های مربوط به شما رو بهتون نشون میده. خب سلام دوباره بچه‌ها. من دیدم که صدا اینجا خوب نیافتاده و گفتم که دوباره اینجا براتون ضبط کنم. الگوریتمی داریم در موردش صحبت میکنیم، الگوریتم موبایل گدنه که هدفش بررسی موبایل فرندلی بودن صفحاته. بچه‌ها صفحات ما، سایت ما باید در حالت موبایل بهترین حالت خودش باشه. یه جایی اهمیتش خیلی بیشتره چون استفاده مردم بیشتر الان موبایله و روز به روز این استفاده داره بیشتر میشه و در سال 2018 یه آپدیت اومد واسه این الگوریتم برای بررسی لود صفحه. حالا جلوتر توی بخش تکنیکال خیلی در موردش صحبت میکنیم. الگوریتم BERT یا BERT مخفف حالا چه چیزی هست و اونو فعلا نمیخوایم سختش بکنیم. بر اساس ماشین یادگیری، داشتم انگلیسیشو میگفتم، بر اساس ماشین لرنینگ و هدفش هم نمایش دوباره نتیجه دقیق‌تر نسبت به سرچ کاربر، مثلا درک غلط املایی ها، یا مثلا تو زبان فارسی دیدیم بعد از اینکه این الگوریتم اومد تفاوت یه سری حروف مثل و توی حروف فارسی بیشتر درک کرد. شاید قبلا بین یا و اونقدر نمیتونست تفاوتی رو متوجه بشه. توی زبان فارسی عموما الگوریتمایی که وظیفه بررسی محتوا دارن یه ذره قدیما خنگ‌تر بودن، الان بیشتر آپدیت شدن و معمولا زبان فارسی یه مقدار دیرتر کلا نسبت به زبان‌های دیگه روش اثرگذار این الگوریتم. الگوریتم بعدی رنک برینه بچه‌ها که بر اساس بازم ماشین لرنینگ. مثلا قبلا یه نفر سرچ می‌کرده در زمان قدیم نیتندو کنسول، یه کنسول به نسبت قدیمی، بعداً پلی استیشن اضافه شده و با عبارت کنسول دوباره سرچ می‌شده. گوگل متوجه میشه که اینم از یه پروداکت به عنوان یک محصول، این هم یک کنسول گیمه. خب بچه‌ها میخوام در مورد الگوریتم موشکور باهاتون صحبت کنم. از اونجایی که این وایس این تیکه دوباره به مشکل خورده بود دوباره دارم براتون ضبط میکنم. سال 2016 اومد و یه آپدیت بود برای سئو لوکال یا همون لوکال SEO
و هدفش بهبود توی رتبه دهی بود. با چه روشی؟ یکیش ایجاد فرصت بود برای کسب و کارهایی که امکان دیده شدن توی کلمات سخت رو نداشتن و دومین روشش هم نمایش لوکیشن کسب و کارها با شعبه‌های مختلف بود. مثلا شما زمانی که سرچ می‌کنی افق کوروش یا مثلا فلان فروشگاه مثلا هایپر استار یا هر چیز دیگه‌ای، میاد شعبه‌های مختلفش رو بهت نشون میده. در مورد الگوریتم فردم سال 2017 اومد. هدفش هم مبارزه با سایت‌هایی بود که تبلیغات بیش از حد دارن، محتوای کوتاه بی‌کیفیت دارن، لینک‌های بی‌کیفیت دارن، لینک‌های افیلیتی زیاد، انگیجمنت پایین و عدم تعامل با کاربر. الان اینجا ببینید این محتوا داره در مورد چه چیزایی صحبت میکنه. اکثریتشون هم تو الگوریتم‌های مختلف، حالا یا به صورت انحصاری یا به صورت جمعی دارن تکرار میشن. حواسمون به این قضیه باشه. الگوریتم بعدی همونجور که از اسمش پیداست، الگوریتم مدیک سال 2018 و تخصصی برای پزشکی بود، ولی روی چیزایی مثل سبک زندگی و مشاورین سلامت هم تأثیر گذاشت. خب الگوریتم بعدی هم الگوریتم موبایل فرست ایندکس و از اسمش هم پیداست که تمرکزش روی موبایل به علت افزایش استفاده از موبایل توسط کاربران و داره میگه که اولویت اول بر رتبه دهی نسخه موبایل، بعد نسخه دسکتاپ. اونایی که میگن آقا نسخه دسکتاپمون همه چی اوکی، آفرین، ولی اول برو نسخه موبایلتو درست کن تا بتونی رتبه بهتری بگیری. الگوریتم EAT بچه‌ها چه چیزهایی رو این الگوریتم بررسی میکنه؟ سال 2019 اومد. هدف تخصص، میزان اون اتوریتی و میزان اعتمادی که میشه به اون محتوا اون صفحه اون سایت داشت و روی حوزه سلامت، مالی، حقوقی و الان اگه بخوایم صحبت کنیم سایت‌های YMYL. مخفف چیه؟ Your Money Your Life. سایت هایی که روی زندگی و پول شما تأثیر گذارن. الگوریتم بعدی الگوریتم MUM که سال 2021 و هدفش هم درک متن و مفهوم و انواع محتوا بوده که از اسمش هم مشخصه دیگه، مالتی تاسکینگ این الگوریتم و توانایی درک بیش از 75 زبان زنده دنیا رو داره. البته که بازم تو زبان فارسی نسبت به زبان‌های دیگه مقدار ممکنه که خنگ‌تر باشه، چون همین الان درسته که متن روی عکس‌ها هم گوگل متوجه میشه، ولی خب توی ویدیو و عکس میتونیم بگیم، حتی تو متنش هم که میتونیم بگیم ما نسبت به زبان‌های دیگه زبان فارسی درک سخت‌تر براش، ولی توی ویدیو عکس هم حساب بکنید دیگه یه ذره سخت‌تر میشه. الگوریتم بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم پروداکت ریویوز که سال 2021 و هدفش هم بررسی محتوای محصول و ویژگی و مشخصاتش بوده که بازم داریم در مورد انواع محتوا صحبت می‌کنیم. اگر یه سایت فروشگاهی داری و داری یه محصولی می‌فروشی که تو سایت‌های مختلف هست، نرو دقیقاً همون عکس رو از گوگل کپی کن. حداقلش اینه که تو یه تغییراتی تو اون عکس بدی دیگه. ولی من دارم میگم تا اونجایی که میتونه عکس هم باید برای تو یونیک باشه. ما داریم در مورد محتوای یونیک وقتی صحبت می‌کنیم، عکس هم جزء اون محتواست، ویدیو هم جزء اون محتواست. پس تا اونجایی که میشه از محتوای یونیک استفاده بکنید. و به روز ثانی EEAT بچه‌ها یه شاخص بهش اضافه شده. اون ای اولش چیه؟ اکسپریانسه، ولی به معنی این نیستش که آقا بیای بگی که تجربه کاربری موارد این شکلی. درسته بخشیش مربوط میشه، الان توضیح میدم بهتون دوباره، همون تجربه کاربریه، ولی اکسپریانس اینجا یه معنی خیلی مهمتری داره. نقد و بررسی که یک نویسنده در مورد یک محصول داره مینویسه باید بر اساس تجربه واقعی خودش باشه، نه اینکه صرفا بره یه محتوا رو از این سایت از اون سایت اطلاعات جمع آوری کنه بنویسه. این برای گوگل قابل درکه. پس محتوایی که دارید مینویسید یه جوری باید باشه، اگه مثلا در مورد یه محصوله، تولید کننده محتوا اون نویسنده باید واقعا اون مفهوم رو درک کرده باشه، اون محصول رو استفاده کرده باشه، دیتیل دقیقی در موردش بده و اینا خیلی مهمه. الگوریتم هلپفول کانتنت بچه‌ها ببینید چقدر محتوا داره تکرار میشه، چقدر پیج اکسپریانس داره تکرار میشه، چقدر سرعت سایت، چقدر نسخه موبایل داره تکرار میشه. اینا فاکتورهایی که شما باید اولویت اولتون باشه، حتی اگه فرایند SEO سایتتون به صورت جدی شروع نشده باشه، جزء بایدهای سایت شماست. هدفش چی بود؟ شناسایی محتوای کم ارزش و نکته مهمی که داره بچه‌ها، عملکرد این الگوریتم به صورت سایت وایده. یعنی اگه شما تعداد صفحاتی که دارید محتوای با کیفیت پایینی ارائه میدید قابل توجه باشه برای گوگل، رو کل سایتتون اثر میذاره. اینطوری نیست که بگه آقا مثلا این صفحاتش خوبه، یا میبینی یه سایتی یه سری محتوای خوب داره، یه سری محتوای بد، ولی اون محتوای بد باعث شده که
کل سایت رتبه‌هاش افت بکنه. پس سایت واید منظورش اینه. رسیدیم پایان بخش 4. توی جلسه بعدی شروع میکنیم با دیتیل بیشتری سئو داخلی آن پیج رو با هم دیگه بررسی کردن و اگر سوالی در مورد الگوریتم داشتین ترجیح من اینه که ابتداً خودتون برید سرچ بکنید، با جزئیات بیشتری مطالعه بکنید. اگر باز متوجه نشدید پایین همین ویدیو از طریق اینستاگرام من میتونید با هم در ارتباط باشین. خودم شخصاً باهاتون در ارتباطم و جوابتون رو میدم. موفق باشین. بهترین ها براتون میخوام.